بگو ما نه دورو اون آخه بمونده بخوری نهایی وزنی تا 65 کیلوگرم باگیلم دعوت کرده می شود. باگیلم دعوت کرده می شود سهراب باقیف با خیراندش مرادزاده دو نفر ارزنده وزن 65 کیلو که در مسابقات امروزه مسابقه گوشتینگیری در ناحیه دنغره هنرنمایی شایسته نشان دادند و به مرحله نهایی راهشان را هموار نمودند. اکنون در اینجا رقابت نهایی صورت میگیرد و سهراب با خیراندش در اینجا توجه میکنیم که چگونه هنرنمایی را پیشکش مخلصان گوشتین سنتی میگرداند. نهایی وزنی تا 65 کیلوگرم با یک تکی سفید نماینده جمهوری تاجیکستان سهراب باقیف با یک تکی سبز نماینده جمهوری تاجیکستان خیراندش مرادزاده. سهراب باقیف با لباس‌های سفید و خیراندش مرادزاده با لباس‌های سبز هنرنمایی میکنند. ابراهیم کریمов هم داور ازبکستانی اشاره میکند که گیرد و سبقت همین طور آغاز میشود. رقابت نهایی و اینجا در اولین رسیشی که پهلوانان داشتند خیراندش میخواست یک پرتافت را انجام بدهد و هر دو هم تا رسیدن به این مرحله هنرنمایی شایسته نشان دادند. حرکت از جانب سهراب اینجا یک پرتافته از جانب سهراب حرکتی زیبا انجام داد اینجا و نزدیک بود که برایش امتیاز هم بیارد. هر دو هم موقعیت می جویند برای انجام دادن اصول برای حرکتی با ثمر انجام دادن. حرکت از جانب سهراب خیراندش نمیگذارد که تا به آخر اصول پیشه کرده‌اش را سهراب انجام بدهد. یک دست فشوری از جانب سهراب بود و پایزنی هم اینجا داشت. حرکت از جانب سهراب که بسیار حرکت های زیبا دارد. به خاطر کمکاری به خیراندش اینجا آگاهی اول رو داور نشان میدهد و تا این دم حرکت ها و فعالناکی در رقابت سهراب اینجا مشاهده می شود. یک حرکت دیگر هر دو هم از گریبان یکدیگر خوب داشتند و حرکت میکند سهراب. هنرنمایی این جفت بسیار جالب است و همه انتظار است یک قسمت سهراب را دستگیری میکنند، یک قسمت خیراندش را مخلصی دارند و اینجا نفر ارزنده غالب می آید و همین طور حرکت از جانب هر و یک پرتافته که سهراب انجام می دهد. حرکت های سهراب باقیف را اینجا توجه میکنیم که بسیار زیبا انجام می دهد. یک حرکت دیگر
همین طور آگاهی دوم به خیراندیش داده می شود و اکنون تنبیه می شود. حرکت از جانب خیراندیش ادامه نیروسنجی یک حرکت دیگر رو میخواهد خیراندیش انجام بدهد. سهراب هم اینجا حرکت میکند. یک دقیقه و 11 ثانیه تا انجام باقی مانده است و یک حرکت دیگر را سهراب انجام دادن میخواهد. خیراندیش هم بعد تنبیه گرفتن فعال می شود. حرکت هایش زیاد شده ایستاده است. گریبان سهراب را خیراندیش خوب داشته است و سهراب هم از گریبان او و اینجا حرکت های زیبا را اینجا سهراب انجام میدهد و تا حال برایش میسر نمی شود که حرکت های او برایش امتیازی لازمه بیارد. حرکت و اینجا بسیار کوشش میکند سهراب و کمتر از 20 ثانیه دیگر آنها در اختیار دارند و در صورتی به انجام رسیدن وقت و همینطور در لحظه های آخر سهراب با امتیاز حلال خیراندیش را شکست داد و خیراندیش اینجا آسیب هم برداشت. اینجا مخلصان هم به خاطر انمان اصولی را که سهراب باقیف از عکس الحمله انجام داد، یعنی از حمله رقیب استفاده کرد، اینجا به خاطر دستگیری سهراب کف کوبیدند و خیراندیش هم آسیب می بردارد. از آغاز نیروسنجی در آزمایی نهایی وزن 65 کیلو حرکت‌های سهراب بسیار زیبا بود، بسیار عالی بود. همین طور او غالب می شود و نشان طلا را در مسابقه امروزه عنعنوی ناحیه دنغره بر سود خود انجام می دهد. نشان طلا را به دست می آورد. خیراندیش باشد سزاوار نشان نقره می گردد و اینجا نوارهای تکراری را از رفت رقابت این جفت تماشا میکنیم که چگونه هنرنمایی شایسته را نشان دادند. حرکت های سهراب را اینجا میبینیم که از آغاز تا به انجام بسیار حرکت های جالب داشت و انمان حرکت و تلاش هایش ثمر داد و در لحظه های آخر خیراندیش را اینجا شکست داد و سزاوار مقام اول گردید.